پشت پرده سقوط شاه ایران، واقعیت هایی که هرگز در تاریخ رسمی گفته نشد. سلام به مخاطبان عزیز کانال پشت پرده تاریخ. اگر از علاقه‌مندان به بقای اسرارآمیز و چهره‌های بحث برانگیز تاریخ هستید، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید، چون قرار از چهره‌ای صحبت کنیم که هنوز بعد از گذشت دهه‌ها نامش لرزه به تن موافق و مخالف می‌اندازه. محمدرضا شاه پهلوی، آخرین شاه ایران. در ظاهر شاه مردی بود خوش‌پوش، تحصیل کرده در سوئیس، علاقه‌مند به پیشرفت و حامی مدرنیته. اما پشت لبخندهاش داستان‌هایی نهفته است که رسانه‌های رسمی هرگز دوست نداشتند فاشش کنند. همه از انقلاب سفید شنیدند، اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، سوادآموزی. اما کمتر کسی میدونه که همین اصلاحات یکی از بزرگترین دلایل سقوطش بود. چرا؟ چون با اجرای این برنامه‌ها شاه در واقع پایگاه اجتماعی سنتگرایان و حتی زمینداران بزرگ رو از بین برد. یعنی هم مذهبی ها ازش دلخور شدن، هم ثروتمندان سنتی. اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشه. در دهه‌های 40 و 50 شمسی سازمان مخوف ساواک که زیر نظر مستقیم شاه فعالیت می‌کرد، به شکنجه، سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور متهم شد. صدها نفر از روشنفکران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بدون محاکمه ناپدید شدند یا به زندان افتادند. در ظاهر جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی شکوه و عظمت ایران باستان رو نشون میداد. اما هزینه‌های نجومی این مراسم در دل کویر با غذاهای وارداتی از فرانسه و مهمانانی که بیشتر از مردم ایران بودند باعث خشم افکار عمومی شد. مردم ایران که بسیاریشون حتی آب آشامیدنی نداشتند، در حالی تماشاچی این تجملات بودند که کشورشون درگیر فقر و فساد گسترده بود. در پشت صحنه رابطه نزدیک شاه با آمریکا و بریتانیا هم مسئله ساز شد. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که با حمایت مستقیم CIA و MI6 علیه دولت مصدق انجام شد، خیلی ها شاه رو مهره دست نشانده غرب دونستند. و اما بزرگترین پرسش تاریخ معاصر: چرا شاه با وجود ارتش بزرگ و حمایت‌های بین‌المللی در برابر انقلاب 57 اینقدر سریع سقوط کرد؟ برخی میگن که او از مردم بریده بود. دیگر حتی صدای نارضایتی‌ها رو نمی‌شنید. دربار پر شده بود از چاپلوسان و متبلغان. هر که انتقاد می‌کرد یا منزوی می‌شد یا نابود. محمدرضا شاه در آخرین ماه‌های حکومتش بیمار بود. از سرطان رنج می‌برد. تصمیم‌گیری‌هایش متزلزل شده بود و مخالفانش از هر سو قدرت گرفته بودند. او ایران را ترک کرد و به کشورهای مختلف رفت، اما دیگر هیچ جا شاه نبود. نه کاخی، نه ارتشی، نه فرماندهی. فقط پادشاهی تنها، مطرود و بی‌وطن. و این شاید یکی از بزرگترین تراژدی‌های تاریخ معاصر ایران باشد. پادشاهی که با رویای قدرت ابدی بر تخت نشست، اما در غربت غریبانه درگذشت. ما در این ویدیو نخواستیم تنها یک طرف ماجرا را نشون بدیم، بلکه سعی کردیم هم دستاوردها و هم اشتباهات شاه رو بدون سانسور بررسی کنیم. قضاوت نهایی با شماست، اما تاریخ همیشه یک چیز رو ثابت کرده: هیچ قدرتی اگر مردم رو فراموش کنه ماندگار نخواهد بود. ممنون که تا آخر این گزارش با ما همراه بودید. اگه دوست داشتید بیشتر درباره چهره‌های پر رمز و راز تاریخ بدونید، حتما کانال ما رو دنبال کنید و کامنت هاتون رو برامون بنویسید. تا ویدیو بعدی، بدرود.